من میگم این آدم اگر این چند شرط رو داشت بهش زن بدید، هر چند تا که میخواد، ها؟ نه هر چند تا، محدود. یک باید به بلوغ عقلی، احساسی، جسمی، جنسی، شناختی، عاطفی رسیده باشه. باید این 6 تا بلوغ رو پشت سر گذاشته باشه. بلوغ عقلی، احساسی، جسمی، جنسی، شناختی، عاطفی پشت سر گذاشته. دوم این که خودش رو خوب بشناسه تا یه حدی هم طرف مقابل رو بشناسه. سوم این که از روی 4 نون نحس بشریت دنبال زن یا شوهر نیفته. از روی 4 نون نحس بشریت، یعنی نادانی، ناتوانی، نگرانی، نیازمندی، به خاطر این 4 تا نرفته باشه سمت ازدواج، داغون میشه ها. نکته بعدی این که هیچ قید و شرطی برای طرف نذاره. کسی در ازدواج موفقه که فرد رو بخواد و بدون آنچه که هست همانیست که میخواد، نه اونی که باید بشود. قرار نیست تو زن رو تبدیل به خودت بکنی، این اوج نادانیه. تو برو آن کسی را آنطور که هست و مطابق میل تو هست بخوا و بپذیر، نه اینکه بیای 2 ماه بعد از ازدواج بگی باید این کار بکنی تا بشی من یا آنچه که من میخوام. نکته بعدی این که به معشوق اعتماد داشته باشه. نکته بعدی این که معشوق رو همونطور که هست بپذیره. نکته بعدی این که ضمن استقلال فکری و رفتاری از تکیه دادن یا تکیه کردن به معشوق لذت ببره. نکته بعدی این که تفاوت‌های خودش با معشوق یا معشوقه رو بشناسه و بپذیره. نکته بعدی این که اگرچه با معشوق در اوجه، اما بدون معشوقه هم ته دره نیست. به معشوقه حالی کنه اگرچه من با تو در اوجم، اما بدون تو هم ته دره نیستم. نکته بعدی این که نقش بازی نکنه.